من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. در آیات گذشته و سابق در رابطه با جنگ احد و غزوه احد و اینکه بر مسلمانان ابتلا آمد، مشکلاتی آمد و مورد آزمایش الله عزوجل قرار گرفتند، آیات مبارکه خواندیم. ما کان الله لیذر المؤمنین، این آیه هم مربوط به گذشته هست و جواب سؤالی هست، جواب سؤال مقدری هست. اون سؤال این است که چرا خداوند عزوجل مؤمنین را امتحان می کند، چرا مسلمانان را آزمایش می کند؟ آیا امکان ندارد که بدون امتحان، بدون آزمایش آنان را مورد مغفرت قرار بدهد، آنان را به بهشت ببرد؟ خداوند عزوجل در این آیه پاسخ دادند و جواب دادند و در این پاسخ حکمت امتحان هم بیان شده. حکمت اینه، جواب اینه که الله تعالی می فرماید خداوند نمی پسندد که مؤمن و منافق مخلوط باشند، مؤمن و منافق با هم یکی باشند، قاطی باشند، بلکه الله عزوجل ترتیب فراهم می کند که
امتحانی می آورد مؤمنین امتیاز داده بشند، اهل ایمان امتیاز داده بشند و ممتاز بشند از منافقین. به همین خاطر خداوند مؤمنین را امتحان می کند، آزمایش می کند. الله عز وجل می فرماید ما کان الله لیذر المؤمنین على ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. الله تعالی نیست که بگذارد مؤمنان را، لیذر المؤمنین ای لیترک المؤمنین، مؤمنین را رها بکند، علی ما انتم علیه، بر آنچه که شما هستید. علی ما انتم علیه یعنی چه؟ یعنی همین اختلاط، همین همراه بودن که با هم مخلوطید، قاطی هستید، بر این حالت خداوند رها نمی کند، بر این حالت خداوند نمی گذارد. علی ما انتم علیه را تفسیر نصفی نوشته ما انتم علیه من اختلاط المؤمنین الخلص والمنافقین. علی ما انتم علیه من اختلاط المؤمنین الخلص والمنافقین. همینطور که مؤمنین مخلص و منافقین با هم دیگر اختلاط داشته باشند، مخلوط باشند، قاطی باشند، خدا بر این حالت نمی گذارد، بلکه الله عزوجل چیکار می کند؟ رها نمی کند حتی یمیز الخبیث من الطیب، حتی که متمایز نکند، جدا نکند خبیث را از طیب، مشرک و منافق را از مؤمن. خب پس خداوند میخواهد که منافق را از مؤمن و از مخلص جدا کند، مشخص بکند، شدائد می آورد. حتی یمیز الخبیث من الطیب، شما پایینش بنویسه به وسیله شدائد و مصائب، به وسیله شدائد و مصائب الله تعالی شدائد و مصائب می آورد و اینها را امتحان می کند، جدا می کند از هم دیگر. و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، اینم جواب سوالی هست، جواب سوال دیگر. سوال اینه که خب چرا خداوند عزوجل بدون امتحان همینطور به ما خبر نمی دهد، اطلاع بده، اخبار غیب که پیش خدای عزوجل هستند، خبر بده که احوال اونها را بگه، علائم اونها را بگه تا ما اونها را بشناسیم. الله جواب میده و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، خداوند شما را مطلع نمیگرداند بر غیب، از اخبار غیب، از احوال غیب و از علائم آنان نمیگوید. خب این را عرض کردم، بازم جواب سوالی است. علامه آلوسی اینجا تصریح فرموده که ان المؤمنین سألوا ان یعطوا علامتا، مؤمنین خواستند که علامتی داده بشند از طرف خداوند، به اونها علامتی داده بشه که یفرقون بها بین المؤمن والمنافق، به وسیله اون علامت بین مؤمن و بین منافق چی کنند؟ جدایی کنند. فنزلت، این آیه نازل شد که و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب. خب پس خداوند نمیخواهد که شما را مطلع بکند بر غیب. اینجا قرطبی نوشته یا معشر المؤمنین ما کان الله لیعین لکم المنافقین حتی تعرفوهم، ای جماعت مؤمنین خداوند منافقین را برای شما معین نمی کند حتی تعرفوهم، حتی شما بشناسید. ما کان الله لیعین لکم المنافقین حتی تعرفوهم ولكن ابهم ذلك لكم، این مسئله را خدا مبهم گذاشته. ولكن ابهم ذلك لكم بالتکلیف والمحنه
با تکالیف و با محنت و با زحمت و رنج ها، این را خداوند در خفا و پوشیده گذاشته. فقط ظهر لكم ذلك فی یوم احد. مثلا یکی از اون تکالیف و محنت ها روز احد است. خداوند در روز احد این را برای شما ظاهر کرد. فإن المنافقین تخلفوا و اظهروا الشماتة. فإن المنافقین تخلفوا و اظهروا الشماتة. منافقان آنجا تخلف کردند و اظهار شماتت کردند، خوشحال شدند که بر مؤمنان ضربه وارد آمد. لذا الله عزوجل این را برای شما چی می کند؟ مخفی می کند، ظاهر نمی کند. و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب. الله عزوجل شما را بر غیب مطلع نمی کند. ولكن الله یجتبی من رسله من یشاء. اما خداوند یجتبی می طلبد از رسولش، انتخاب می کند. یجتبی یعنی چه؟ اجتباء، انتخاب می کند از رسولش هر کسی را که بخواهد. هر کسی را که بخواهد از رسولش انتخاب می کند. انتخاب برای چی؟ بالاطلاع. شما بنویسید پایین یجتبی، یعنی به او اطلاع میده بعضی از اخبار غیب را. به او اطلاع میده بعضی از اخبار غیب را. پس وظیفه شما چیه مؤمنین؟ فآمنوا بالله و رسوله. شما به خدا و رسولش ایمان بیاورید. شما دنبال نباشید که شما هم از اخبار غیب بدونید. شما باید کارتون چی باشد؟ ایمان بالغیب. فآمنوا بالله و رسوله. قرطبی اینجا نوشته فآمنوا ای علیکم التصدیق. وقتی که به رسول خداوند از اخبار غیب چیزی میگه شما تصدیق بکنید. لا تشوف الى اطلاع علم الغیب. نه اینکه شما سرک بکشید و بخواهید مطلع بشید بر اخبار غیب، نه، بلکه شما تسلیم بشید، ایمان بیاورید. فآمنوا بالله و رسوله و ان تؤمنوا و تتقوا. اگر شما ایمان بیاورید و از الله عزوجل بترسید، فلکم اجر عظیم. برای شما اجر و پاداش بسیار بزرگ هست. خب من اینجا مطلبی که قبلا وعده دادم خدمت شما، گفتم با شرح و بسط بیشتری بحث میکنم. اینجا عرض میکنم و بحث میکنم اون چه که در خور این جلسه هست. کل بحث که نمیشه در رابطه با علم غیب هست. اینجا ما خواندیم که خداوند عزوجل شما مؤمنین را بر علم غیب مطلع نمیگرداند، اما از رسولش و از پیامبرانش کسی را خداوند بخواهد انتخاب میکند. یجتبی را چی تفسیر کردیم؟ بالاطلاع، که اونها را اطلاع میده بر اخبار غیب. خب مفهوم آیه این هست که بعضی از اخبار غیب را خداوند عزوجل بر رسولش، بر هر کسی که بخواهد، به اونها عنایت میکند. به عنوان مثال رسول الله صلی الله علیه و سلم در رابطه با منافقین خداوند به ایشون خبر دادند. لیست منافقین، افراد منافق. و شما خواندید، شنیدید که رسول الله صلی الله علیه و سلم به یک صحابی، حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه که صاحب سر رسول الله هست، به اون صحابی گفته بود اونها کی هستند. حتی به حضرت ابوبکر و عمر نگفته بود، چون که معروف است که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به حذیفه مراجعه کرد، گفت حذیفه از تو نمیخوام که برای من بگی اونها را، فقط همین نکته را بگو که آیا من در اون لیست هستم یا نیست. سبحان الله. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چقدر
خوف و رجا که ایمان بین خوف و رجا هست. خوف و رجا چقدر غالب هست، چقدر قوی هست. علی ای حال بعضی از اخبار را خداوند به رسولش و به هر کسی از پیغمبران که بخواهد گفته. عنایت بفرمایید که اولا اصلا معنای علم غیب این نیست که اخبار غیب را بگوید. عرض کردم اگر با این بعضی از اطلاعات که خداوند عزوجل به پیغمبرش داده، پیغمبر را بتونیم بگیم عالم الغیب، خب اون اطلاعات را پیغمبر به امت هم داده. به عنوان مثال اطلاعاتی در رابطه با منافقین را رسول الله صلی الله علیه و به حذیفه گفته و بعد رسول الله صلی الله علیه و اطلاعاتی را در رابطه با احوال قیامت، علائم قیامت به همه ما گفته. در احادیث نبوی ما زیاد داریم. قبلا در بحث علائم قیامت بعضی از اونها را مرور کردیم که چه علائم قریبه هست، متوسطه هست، بعیده هست. خب به امت هم گفته. آیا مگر امت عالم الغیب گفته میشه؟ پس بعضی از اخبار را گفتن این علم غیب نیست، این اخبار غیب را گفتن است. اما اهل بدعت از این آیه علم غیب کلی را برای رسول الله و انبیاء دیگر ثابت میکنند. چی میگویند؟ استدلال خرافاتی ها. ولكن ما كان الله ليطلعكم على الغیب. این الف لام میگه الف لام استغراقی هست. استغراقی یعنی تمام غیب، تمام علم غیب خداوند شما را مطلع نمی کند، اما بعضی از هر کسی را که انتخاب بکند از رسولش اونها را میگه. یعنی مراد از این انبیاء برگزیده هستند که اونها به صورت کلی همه غیب را خداوند برای اونها بیان میفرماید. خب اونها میگن خداوند به همه علم غیب داده. اما خدمتتون عرض کنم که این استدلال به دلایل مختلف استدلال غلطی هست و خطا فاحشی هست. به دلیل اینکه درسته که معنای الف لام برای استغراق هم می آید، اما معنای اصلی الف لام استغراق نیست. الف لام در اصل برای عهد می آید، عهد خارجی معنای اصلی الف لام است. خب عهد خارجی معنیش چی هست؟ یعنی ما تحت الف لام، مدخول الف لام کل افراد مراد نباشند، بلکه افراد خاصی و افراد معینی مراد باشند. ما میگیم مراد از غیب اینجا تمام غیب نیست، بلکه اخبار محدودی از غیب مد نظر است. اصل در الف لام اینه. الرسول مثلا وقتی که می آید رسول، یک رسول یا محدود مراد است، تمام رسول مراد نیستند. معنی اصلی الف لام اینه، مگر اینکه قرینه اونجا باشد، دلیلی باشد که مراد از الف لام چی باشد؟ استغراقی باشد. ببینید اولا عبارت علما در رابطه با الف لام، علامه تفتازانی می فرماید التعریف لا يلزم ان يكون للاستغراق. التعریف یعنی الف لام معرف باللام لازم نیست که برای استغراق باشد، بل العهد هو الاصل. اصل چیه؟ عهد هست، عهد خارجی که الف لام برای عهد باشد. مولانا عبدالحکیم، این عبارت تلویح بود، توضیح تلویح. مولانا عبدالحکیم سیالکوتی می فرماید انما الفرق بان الجنس لا يحتاج الى مؤنة المقام الخطابی بخلاف الاستغراق. الف لام جنسی لازم نداره که به هر حال ما اونجا قرینه حتما باشد و زحمت و تکلیف چی را بکشیم، مقام را که اینجا برای جنس ثابتش بکنیم، بلکه
بخلاف الف لام استغراقی که استغراقی هر جا باشد حتما قرینه لازم هست. خب عبارت ها زیاد هستند. عبارت مدقق مولا نور محمد است، علامه تفتازانی و غیره. لذا خلاصه این عبارت ها اینه که الف لام زمانی میتواند برای استغراق باشد، دلیلی باشد، قرینه باشد، و الا الف لام برای چی هست؟ برای عهد هست. پس در این آیه ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، غیب کلی مراد نیست، بعضی از اخبار غیب مراد هست. چرا؟ غیب کلی را الله عزوجل به هیچ کس از رسول، از انبیاء، از ملائکه، از جنات نداده، عنایت نفرموده. ببینید همین جا مفسران چه تفسیر کردن همین آیه را. اصل فهم سلف معتبره، نه اینکه تفسیری که ما بر اساس هوای نفس از خود داشته باشیم. ولكن الله یجتبی من رسله من یشاء، تفسیر بیضاوی می فرماید ولكن الله یجتبی من رسله من یشاء فیوحی الیه ولا غیره بعض المغیبات. بعض المغیبات، خداوند بعضی از مغیبات را به سوی او وحی می کند. تفسیر معالم التنزیل نوشته فیطلعه علی بعض علم الغیب، بعضی از علم غیب را به او میگوید. تفسیر خازن نوشته ولكن الله یصطفی و یختار من رسله علی من یشاء فیطلعه علی ما یشاء من غیبه. فیطلعه علی ما یشاء من غیبه، هر چی که بخواهد خداوند، تمام غیب نه، بعضی را بیان می کند. تفسیر مظهری نوشته فیطلعه علی البعض من علوم الغیب احیانا، بعضی از علوم غیب را احیانا خداوند بیان می فرماید و اون پیغمبر را مطلع می کند. خب پس از این آیه معلوم میشه که، از این تفاسیر معلوم میشه که علم غیب خاصه الله عزوجل است. بعضی از اخبار غیب را اونی که خدا بخواد یجتبی من رسله من یشاء به پیغمبران میده. ببینید این آیه را به این صورت تفسیر میکنیم به خاطر اینکه ما چند جا خواندیم در جاهای مختلف که علم غیب را بغیر از خداوند عزوجل هیچ کسی ندارد. چنانچه الله عزوجل صریح می فرماید قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا الله. تمام آن کسانی که در آسمان هستند، من برای عموم است، من فی السماوات والارض الغیب الا الله، غیب را بغیر از الله عزوجل هیچ کسی نمیداند. حتی در قرآن کریم از خود رسول الله صلی الله علیه و سلم صراحتا نفی شده. الله تعالی به رسول الله می فرماید شما اعلان کن که ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر و ما مسنی السوء. اگر من غیب می دانستم خیر زیاد جمع می کردم، از آینده اطلاع می داشتم، برنامه ریزی می کردم، هر چی که منفعت و خیر بود، حفاظت از دشمن، دفع شر، همه را جمع می کردم، هیچ سوئی، هیچ مسئله ناگواری به من نمی رسید. اما من غیب نمی دانم، پس چی کارید شما؟ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون. من نذیر و بشیر هستم. خب بریلوی معتقد هست که پیغمبر این که در این آیات گفته شده علم غیب نداشت ابتداءً بود، اما اخیراً خداوند به ایشون علم غیب عنایت کرد. اخیراً به ایشون عنایت که اخیراً کی؟
وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم تا زمانی که حیات داشتند علم غیب نبود، بعداً برای چی خداوند علم غیب عنایت فرمود؟ در حال یک ادعای بدون دلیل است. ما الان چند تا آیه اینجا خدمت شما تلاوت میکنیم که این آیات مدنی هستند. بعضی از این آیات برمیگردند به آخرین سالهای حیات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. از این آیات معلوم میشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم غیب نمیدانست. بعد از اون کی به ایشون عنایت شد؟ به عنوان مثال الله تعالی در رابطه با بعضی از اعرابی ها در سوره توبه می فرماید. این سوره آل عمران هست. اینجا شما میگید، اونها میگن در سوره آل عمران سوره مدنی هست، خداوند خبر داده که من به پیغمبرم چی دادم؟ غیب دادم. من آیه از سوره توبه که سوره توبه بعد از چی نازل شد؟ آل عمران. سوره توبه تقریبا سال 8 هجری نازل شد، 2 سال قبل از وفات. در اونجا معلوم میشه که الله تعالی به رسول الله صلی الله علیه وسلم علم غیب نداده، غیب کلی همه چیز را آن حضرت اطلاع داشته باشد. چنانچه الله می فرماید و ممن حولکم من الاعراب منافقون، اطراف شما از اعرابی ها منافقین هستند. و من اهل المدینه مردوا علی النفاق، بعضی از اهل مدینه هم در نفاق تمرد و سرکشی دارند. لا تعلمهم نحن نعلمهم، ای رسول الله شما نمیدونید اونها را، ما میدانیم. خب سوره توبه هست، خدا میفرماید لا تعلمهم نحن نعلمهم، صریح هست. اگر پیغمبر غیب میدانست چطور خدا بهش میگه که لا تعلمهم نحن نعلمهم؟ یا همین جریان عسل را که شما خواندید در سوره تحریم 1-2 روز پیش، این جریان عسل که رسول الله صلی الله علیه وسلم بر خود تحریم کردند، از روی چی بود؟ از روی اینکه علم غیب نداشتند. و الا اگر میدانستند که این مکر زنان هست، برنامه ریزی هست، این کار را میکردند. یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک. خداوند آن حضرت را تذکر دادند. خب این از روی این بود که علم غیب نداشتند، نمیدانستند چه خبره، پشت پرده چیه. لذا اینها خودش نشان میده که آن حضرت صلی الله علیه و سلم غیب نمیدانست. یا اینکه منافقین، شما در سوره منافقین خواندید، در چه غزوه‌ای بود؟ غزوه مریسیع بود نه؟ یا غزوه بنی مصطلق؟ در سال چندم اتفاق افتاد؟ 5. منافقین آمدن قسم یاد کردن، رسول الله باور کرد. اتخذوا ایمانهم جنتا فصدوا عن سبیل الله. جریان منافقین و زید ابن ارقم که میگه من دیدم اونا اینو گفتم ولی قسم دروغین خوردن، مرا تکذیب کردن، رسول الله هم باور کرد، انصار هم مرا سرزنش کردند. لذا این در واقع حکایت از این میکند که آن حضرت غیب نمیدانستند، خبر نداشتند. به ظاهر اونها، به قسم دروغین اونها آن حضرت اعتماد کردند، باور کردند. این از کجا بود؟ از روی عدم علم غیب. یا اینکه آیات زیاد هستند. عفا الله عنک لما اذنت لهم، رسول الله نمیداند، اونم در سوره توبه هست که اینها به دروغ دارند چی میگیرند؟ اجازه میگیرند. در جنگ تبوک بود و هیچ عذری ندارند.
یا اینکه جریان مسجد ضرار، وقتی که منافقین مسجد ضرار را درست کردند، یک پایگاهی بود، میخواستند از اونجا فعالیت شروع بکنند بر علیه اسلام مسلمانان. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم راهی تبوک شدند. تبوک در چه سال اتفاق افتاد؟ سال نهم هجری. رسول الله صلی الله علیه و سلم در چه سالی وفات کردند؟ دهم بود. یک سال بعد از اون وقتی که آن حضرت صلی الله علیه و سلم میخواستند تبوک تشریف ببرند، به رسول الله خدمت ایشون رسیدند. منافقین بودن، گفتند شما بیایید در مسجد ما نماز بخوانید، تبرکاً مسجد را افتتاح بفرمایید. آن حضرت صلی الله علیه و سلم چون که عاجل بودند، راهی تبوک بودند، لذا آن حضرت فرمودند که بعد از سفر برگردم نماز میخوانم. وعده دادند تبوک میرم بعد از اون نماز میخوانم. آن حضرت رفتن، عالم الغیب نبودن که چه خبره. این مسجد را درست کردند. بعدا وقتی که برگشتند الله تعالی آیه را نازل فرمود والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا. آخر می فرماید لا تقم فیه ابدا، هرگز اونجا برای نماز شما نایستید. این مسجد ضرار هست، تفریقا بین المؤمنین هست، ارصادا لمن حارب الله و رسوله هست. هدفش تفریق است، هدفش جدایی هست، هدفش به هم زدن هست. ارصادا، اینها در کمین هستند و میخواهند که سنگری درست بکنند. ارصادا لمن حارب الله و رسوله، سنگری برای دشمنان خدا و رسول. الان رسول الله مطلع شد، بعد از اینکه خداوند خبر داد مطلع شد، گفت تخریبش کنید. این لانه هست برای تفریق، برای به هم زدن، تخریبش کنید. ببین پیغمبر که میخواد نماز بخونه، میخواد افتتاحش بکنه، بعدا خدا که بهش خبر میده میگه تخریب کنید. پس این در واقع همه این واقعات، همه این آیات زیاد هستند. شما آیات را بخوانید هم میدونید همه این آیات نشان میده که رسول مکرم صلی الله علیه و سلم علم غیب ندارد. لذا این تفسیر کردن یک تفسیر بدون دلیل هست، تفسیر بالرأی هست، تفسیر از روی هوا هست، اثبات کردن مذهب هوا و باطل هست. الله عزوجل به صورت کلی علم غیب به کسی عنایت نفرموده. بعضی از اخبار غیب را که الله تعالی خودش اون اخبار غیب را به هر کسی که مناسب بداند، در هر زمانی که مناسب بداند، مفهوم آیه و تفسیر آیه هم همین است، به بعضی از پیغمبران عنایت می فرماید. بله این در رابطه با علم غیب بود و جایی که آیاتی بیاید دلائل همونجا به هر حال فقط به آیات اشاره میشه، اما بحث کلیش همین، استدلال اونها هم از همین آیه هست که خدمت شما عرض کردم. لذا الله می فرماید فآمنوا بالله و رسوله. شما مؤمنین چی؟ تصدیق بکنید. شما دنبال این نباشید که شما هم از اخبار غیب به شما بگوین، اسامی منافقین را به شما بگوین. نه. و این تؤمنوا، اگر ایمان با اخلاص داشته باشی، و تتقوا فلکم اجر عظیم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. بعد از اینکه جریان احد را شما خواندید و خداوند حکمت این امتحان و این آزمایش را بیان فرمود، اکنون مجددا موضوع انفاق فی سبیل الله و جهاد، خداوند اینجا تشویق میکنه برای انفاق. الله می فرماید که ولا يحسبن الذين يبخلون، گمان نکنند کسانی که بخل میکنند. بخل منافقین میکردند. کسانی که بخل میکنند، بخل به چی میکنند؟ بما آتاهم الله من فضله،
به اون سرمایه، به اون مالی که خداوند به اونها داده از فضل خودش. مال ذاتی اونها، مال شخصی اونها نیست. اونها را کی داده؟ الله داده. فکر نکنند که هو خیر لهم. این مفعول دوم یحسبن هست، یحسبن هست. فکر نکنند که هو خیر لهم، این مال که بخل میکنند، هو یعنی این بخل خیر لهم، بهتر است برای اونها. نه خیر، بل هو شر لهم، بلکه این بخل چی هست؟ شر هست. ببینید ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، این فاعل هست. الذين موصول، يبخلون الى آخره الصله، موصول با صله فاعل. مفعول اول يحسبن چی شد؟ البخل شد. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله البخل خيرا لهم، البخل خيرا لهم، هو همون بخل است. پس مفعول اول بخل است و مفعول دوم چی هست؟ خیرا لهم هست. فکر نکنن که بخل برایشون خوبه. بل هو شر لهم، بلکه این بخل شر است برای آنان، بخل به ضررشون هست. چرا؟ چون که الله می فرماید سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه، ان قریب آنها طوق داده می شوند. به طوق گردن اونها میشه. چی طوق گردن میشه؟ ما بخلوا به، آن مالی که بخل کردن با آن در روز قیامت، این مال طوقی به گردنشان میشه. ببینید این آیه معنیش چیه؟ آیا کنایه از چیزی هست یا بر حقیقت حمله؟ آنچه که در حدیث شریف هست، صحیح بخاری میگه، از اون معلوم میشه که این کنایه نیست، این حقیقت است. این چیه؟ حقیقت است. چرا؟ حدیث چیه؟ حدیث اینه، رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید من آتاه الله مالا، هر کسی که خدا به او مالی بده، فلم یؤد زکاته، زکاتش را پرداخت نکند، مثل له ماله شجاعا اقرع، مالش برایش به شکل چی در میاد؟ شجاعا اقرع، اژدهایی و ماری که اقرع تاس، کچل به اصطلاح. اون اژدها یا مار اقرع و تاس زهرش بسیار خطرناک است. حتی میگویند از بس که زهرش خطرناک است، همون زهر نمیگذارد بر سر او چی کوچکترین موی بیاد. به این خاطر اون اقرع هست، از بس که زهرش خطرناک است. له زبیبتان، دو تا نقطه اینجا دارد بالای چشمایش، یطوقه یوم القیامه، روز قیامت طوقی برای این صاحبش میشه. این همون مال است، نه تبدیل به مار میشه، طوقی میشه بر گردن کی؟ صاحبش. یأخذ بلحظمته، یعنی شدقه، دو طرف دهانش را میگیرد، دو طرف دهان و لبهایش را از قسمت فک میکشد. یقول انا مالک انا کنزک، من مالت هستم، من کنزت هستم، من اون طلاهایت هستم که اونها را مخفی میکردی و زکاتش را نمیدادی، من اون سرمایت هستم میلیاردی که در بانک ها و کجا کجا مخفی بودند و زکات نمیدادی. ثم تلا هذه الآیه، سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم این آیه را فرمودند، تلاوت کردند، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه. پس این طوق داشتن و طوق بودن به معنای مجازی و کنایه از چیزی دیگه نیست، بلکه به معنای چی است؟ حقیقی هست. لذا الله می فرماید ولله میراث السماوات والارض. این ذکر حماقت بخیل است. بخیل تو که مالت را خرج نمی کنی،
به راه الله نمیدی، برای رضای الله مصرفش نمی کنی، فردا برای الله میماند. برای الله است میراث آسمان ها و زمین. والله بما تعملون خبیر. خداوند به آنچه که شما عمل میکنید خبر دارد. این ترغیب الی الاخلاص است، یعنی مال را هم بده، اخلاص هم داشته باش. خدا خبر داره به چه نیتی داری میدی، به خاطر خدا بده. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقیر و نحن اغنیاء. از اینجا زجر هست، زجر و توبیخ برای این بخلا، بخیلان که مال که نمیدند هیچ، بلکه کفر هم میکنند. وقتی که آیه نازل شد من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، چه کسی هست که قرض بده قرض حسنه؟ بعضی از یهودی ها گفتند که عجب، پس خداوند فقیر است و ما غنی هستیم، از ما قرض میخواد، از ما وام میخواد. الله عزوجل اینجا زجر بیان فرمود. معروف هست که محله یهودی ها بود، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اونجا رفته بود، یکی از ملاهای یهود این را گفت، حضرت عمر هم معطل نکرد، تو گوشش محکم زد. اون گفت ان الله فقیر و نحن اغنیاء. حضرت عمر زد او را که شما چنان توهینی به ذات اقدس میکنی. لذا الله تعالی اینجا زجر بیان میفرماید که مال دادن به جای خود کفر هم میکنند، توهین هم میکنند، اساءه ادب هم دارند. الله میفرماید لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقیر. بدرستی الله عزوجل شنید قول کسانی که گفتند ان الله فقیر، بدرستی خدا فقیر است و نحن اغنیاء، ما غنی هستیم. سنکتب ما قالوا، این تخویف اخروی هست. سنکتب ما قالوا، حتما ما مینویسیم آنچه که گفتند. اینجا بنویسید سین للتأکید، سین برای تقریب نیست، سین برای چی است؟ تأکید است. چنانچه آلوسی گفته والسین للتأکید ای لن یفوتنا ابدا تدوینه و اثباته. ابدا از ما تدوین این جمله و اثبات این جمله از ما فوت نمیشه، ما ضبطش میکنیم. سنکتب ما قالوا. قرطبی بازم نوشته سنکتب یعنی نأمر الحفظه به اثبات قولهم، به حفظه دستور میدیم که قول اینها را ثبت کنند. سنکتب ما قالوا. الله تعالی باز به صورت ترقی تنها این خباستشون را نمیگه، سنکتب ما قالوا و قتلهم الانبیاء، این را هم میگه بنویسند، اینکه پیامبران ما را شهید کردند، کشتند، اونها را هم بنویسند. اینا خباست کم ندارند. اشاره به این هست که اینجا اگه گفته ان الله فقیر و نحن اغنیاء، از این بیادبی و توهین های بزرگتری اینها کردن، میراث این هاست، عادت این هاست. اون چیه بزرگتر؟ انبیا را شهید کردن، انبیا را از بین بردن. لذا الله می فرماید سنکتب ما قالوا و قتلهم الانبیاء بغیر حق، حتما ما مینویسیم آنچه که اینها گفتن ثبت میکنیم. و قتلهم الانبیاء، و همچنین حتما ما ثبت میکنیم کشتن اونها را، انبیاء خدا را، بغیر حق، بناحق، یعنی به عقیده خودشان هم بناحق اونها را کشتند. و نقول ذوقوا، تذلیل مجرمین، ما به آنان میگوییم ذوقوا عذاب الحریق، بچشید شما عذاب سوزان را، عذابی که میسوزاند. ذالک بما قدمت ایدیکم، اون عذاب عذاب جسمانیه، این عذاب روحانیه. اونجا شکنجه روحی هم هست. میدونید چرا شما را عذاب میدیم؟ ذالک بما قدمت ایدیکم، این به سبب آنچه هست که شما خودتان انجام دادید، دستان شما تقدیم کرد. و ان الله لیس بظلام للعبید،
و به درستی که الله عزوجل نیست ظلم کننده بر بندگان. ظلام ذره ظلم، تفسیرش را قبلا خواندیم، ذره الله تعالی ظلم بر بندگان نمی کند. بله، الذين قالوا ان الله عهد الینا. زجر دیگر بر یهود و بعضی از مطالبات معاندانه اونها را خداوند بیان می کند. یهودی ها به رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان نیاوردند و می گفتند که ما ایمان نمی آوریم چون ما دستور داریم در کتابمون از پیغمبرمون. چه دستور دارید؟ دستور ما اینه که به اون پیغمبری ایمان بیاورید که صدقات در دین او، صدقات را آتشی از آسمان بیاد بخورد. چون در ادیان گذشته، در بعضی از ادیان، دلیل و علامت قبولیت صدقات این بود که کسی صدقه میکرد، یک جای انبار میکرد، میگذاشت، آتشی می آمد، صدقات از بین میرفت. لذا در گذشتگان اینطور بود. اونها میگفتند که هر وقتی که این پیغمبر چنان چیزی به ما نشان داد که در دین او صدقات را آتش آسمانی بخورد، اون وقت ما ایمان می آوریم. الله تعالی این مطالبه معاندانه که از روی عناد هست، هر پیغمبری برای خود شریعتی دارد، این را الله تعالی عنوان می فرماید. الله می فرماید الذين قالوا ان الله عهد الینا. کسانی که گفتند به درستی الله عهد الینا، عهد کرده به سوی ما، صریحاً به ما دستور داده الا نؤمن لرسول، اینکه ما ایمان نیاوریم به هیچ پیغمبری حتی یأتینا بقربان تأکله النار، حتی که پیش ما قربانی بیاورد، یعنی چنان صدقه، چنان قربانی که تأکله النار، او را آتش بخورد. الله تعالی در جواب می فرماید عجب، پس علت این هست که شما ایمان نمی آورید. اون پیغمبرانی که قبلا آمدند و این شریعت را داشتند و این علامت را داشتند، اون پیغمبران را چرا کشتید؟ پس چرا اونها را شهید کردید؟ معلوم میشه که این مطالبه از روی عناد است، واقعیت نیست. الله می فرماید قل قد جاءكم رسل من قبلی، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم اعلام بفرما به درستی که آمدن پیش شما پیامبران، من قبلی، قبل از من، و بالذی قلتم، من قبلی بالبینات، قبل از من با دلائل آمدن، با معجزات آمدن، و بالذی قلتم، به آنچه که شما میگویید، فلم قتلتموهم ان کنتم صادقین، اگر راست میگویید چرا آنها را کشتید، آنها را شهید کردید؟ ان کنتم صادقین، اگر شما صادقید. معلوم میشه که این مطالبه از روی عناد است، حقیقی نیست. اما اکنون رسول الله صلی الله علیه و سلم را الله تعالی تسلی میده که شما نگران نباش، تنها شما نیستید که تکذیب شدید از سوی اینها، انبیاء گذشته را هم تکذیب کردند. فَإِن كَذَّبُوكَ، ای محمد صلی الله علیه و سلم اگر شما را تکذیب کردند، فقد کذب رسل من قبلک، بدون شک آمد، به تحقیق آمد، تکذیب شدند، تکذیب شدند رسل من قبلک، انبیایی رسولی قبل از شما. اون رسول هم مثل شما دلائل داشتند، بینات داشتند، ولی اینها آمدند اونها را چی کردند؟ تکذیب کردند. ببینید مانع از تکذیب هم وجود دارد، یعنی دلیل می طلبد که پیغمبر تکذیب نشه، بینه می طلبد که پیغمبر تکذیب نشه. الله می فرماید جاءوا بنسی مانع از تکذیب، مانع اول بالبینات و الزبر دوم و الکتاب المنیر سوم. الله می فرماید جاءوا بالبینات،
آن پیامبران آوردن معجزات، جاءوا بالبینات، معجزات آوردن، و الزبر، صحیفه ها آوردند، صحیفه هایی از سوی الله تعالی آوردند، والکتاب المنیر، کتاب های روشن آوردند که دستور العمل زندگی بود، ولی با وجود این دلائل اونها تکذیب شدند. شما هم تکذیب می شوید ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، نگران نباشید. کل نفس ذائقة الموت، باز هم اعاده مضمون جهاد است. تا کنون درباره انفاق می خواندیم، نه؟ بعد از انفاق جهاد، که تفسیر این آیه و مراد این آیه این هست که فقط در جهاد و در راه خدا مرگ نیست. مرگ هر جا، در هر حال، در هر آن به سراغ انسان می آید. خداوند مقدر کرده، ساعتش را معین کرده، لذا حتما انسان به جهاد بره بمیره اینطور نیست. جهاد برید یا نروید، مرگ به سراغتان می آید. پس چه بهتر، چه زیباتر که شما طوری بمیرید که اجر و پاداشتون را در روز قیامت اجر حسن دریافت کنید، پاداش خوب دریافت کنید. در چه صورت انسان پاداش خوب دریافت می کند؟ که امتثال اوامر خدا بجا بیاورد دستورات خدا را. لذا الله می فرماید کل نفس ذائقة الموت، هر نفسی چشنده موت هست. این تشجیع علی القتال است. و انما توفون اجورکم یوم القیامه، جز این نیست که شما کامل داده می شوید اجورکم، پاداش هایتون را در روز قیامت. خداوند پاداش های شما را به صورت کامل به شما عنایت می کند. اکنون فمن زحزح عن النار، هر کسی که دور کرده شد از آتش. بنویسید ابتداءً یا انتهاءً. بعضی ها هستند که ابتداءً از آتش اونها را دور میکنند، بعضی ها انتهاءً بعد از اینکه به هر حال چند تا غوطه میخورند. به هر حال هر انسانی که از آتش دور نگه داشته شد و ادخل الجنة، و داخل بهشت شد، نگفت که خودش داخل شد، چون خود انسان داخل نمیشه، الله عزوجل انسان را داخل میکنه. ادخل الجنة، داخل کرده شد، داخل شد، فقد فاز، بدون شک به درستی که این انسان رستگار شد، این انسان کامیاب شد. اما چه چیزی هست که مانع ما و مانع بهشت میشه؟ چه چیزی هست که مزاحم انسان هست، سد راه هست، نمیگذارد انسان اونطوری که حقش هست برای بهشت و اعمال بهشتی مثل انفاق و جهاد فی سبیل الله انسان اقدام بکند؟ الله تعالی میفرماید این زندگی دنیا و زندگی شیرین دنیا هست، متاع غرور هست، متاع فریب هست، از این برحذر باشید. الله میفرماید و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. این هم به جهاد برمیگرده و هم به انفاق. زندگی دنیا نیست مگر کالای فریب هست. خب لذا الله تعالی می فرماید که مؤمنان شما باید خودتون را برای امتحانات آماده بکنید. هم برمیگرده به موضوع جهاد و انفاق. هر نوع امتحان می آید، امتحانات مالی میاد، امتحانات جانی میاد، باید مالتون را در راه خدا خرج کنید، انفاق بکنید. باید جانتون را هرگاه که راه خدا مال خواست مال تقدیم بدید، جان خواست جان تقدیم کنید. لتبلون، هر آینه حتما شما امتحان میشوید. فی اموالکم و انفسکم، در اموالتان و انفستان. چطور امتحان میشید؟ ببین یک امتحان اونه که انسان ورشکست بشه، ورشکستگی مالی. امتحان جانی اونه که انسان عزیزش را، جانش را در
تصادف از دست بده. اینم یک صورتش هست. اما یک صورت دیگر اونی که اینجا آیه اشاره کرده این نیست. عموما مردم تفسیر میکنن به خسارت‌های جانی مالی. اینجا علامه نصفی میگه این اشاره به این هست که شما آزمایش میشید به صورت جهاد، یعنی به شما گفته میشه که مال در راه خدا بدید، جان در راه خدا بدید. این آزمایش است. لتبلون ای لتختبرن فی اموالکم بالانفاق فی سبیل الله. لتختبرن فی اموالکم بچی؟ بالانفاق فی سبیل الله، انفاق در راه خدا. و بما یقع فیها من الآفات، اون در درجه ثانی، آفاتی که برای مالهای شما اتفاق می افتد، اینم امتحان الهی است. و بما یقع فیها من الآفات. و فی انفسکم، انفسکم تفسیرش چیه؟ بالقتل والاسر والجراح. شما در جنگ کشته میشید، اسیر میشید، زخمی میشید. و ما یرد علیها من انواع المخاوف والمصائب، مدارک. و ما یرد علیها من انواع المخاوف والمصائب، یعنی انواع مخوفات و انواع مصیبت هایی که بر جان انسان وارد میشه، همه اینها جز امتحان جانی هستند. پس الله می فرماید مؤمنان خودتون را برای امتحان جانی مالی آماده بکنید. لتبلون فی اموالکم و انفسکم، شما حتما امتحان میشید در مالتان، در جانتان. ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب، الله می فرماید از دشمنان هم شما سخنان ناگواری میشنوید. دنیا همیش دارالامتحان است، میشنوید همیش بر علیه شما صحبت میکنن، تبلیغات هست، در شبکه ها چی گفته میشه، چه اتهاماتی به سوی شما متوجه هست. اهل حق باید از این نوع امتحانات پروایی داشته نباشند. ولا تسمعن، البته حتما شما میشنوید، من الذین اوتوا الکتاب، از کسانی که داده شدن کتاب، من قبلکم، قبل از شما، یعنی یهودی ها، مسیحیان. و همچنان میشنوید من الذین اشرکوا، و من الذین اشرکوا، و همچنین از کسانی که شرک کردند شما میشنوید اذن کثیرا، اذیت و آزار زیاد، اذیت و آزار زیاد شما از اونها میشنوید. اما الله میفرماید و ان تصبروا و تتقوا، اگر شما صبر کنید و تقوا را پیشه بکنید، فإن ذلك من عزم الامور، بدرسته که این صبر و تقوا من عزم الامور، از عزم الامور هست. عزم اینجا به معنی مفعول هست، یعنی من الامور التي ينبغي ان يعزمها، از اموری هست که مناسب است انسان اونجا چی بکند؟ اراده پخته‌ای داشته باشد، یعنی انسان قوی باشد. انسان باید که نلرزد، تکان نخورد، باید ثبات داشته باشد. لذا الله تعالی می فرماید که شما از دشمنان، از اطرافیان اخبار ناگواری میشنوید، اتهاماتی متوجه شما هست. شما باید چی؟ ثابت قدم باشید. اینجا هم زجر برای اهل کتاب است. بزرگترین دشمنان یهود بودند. الله می فرماید و اذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب، زمانی که الله تعالی پیمان گرفت میثاقی کسانی که کتاب داده شدند، لتبیننه للناس، البته حتما بیان کنید کتاب را برای مردم، ولا تکتمونه، کتمان نکنید همه مفاهیم کتاب را. اما فنبذوه وراء ظهورهم، نقض عهد، پیمان شکنی. آنان چیکار کردند؟ فنبذوه، آنها آن را انداختند
وراء ظهورهم، پشت سرشان چی کردند؟ انداختند. واشتروا به ثمنا قلیلا، در مقابل این پول اندک گرفتند، یعنی کتاب خدا را فروختند، دین فروشی کردند، تحریف کردند. فبئس ما یشترون، الله می فرماید بسیار معامله بدی کردند، بسیار بد هست آنچه که خریدند. دین را کتمان کرده ملاهای یهود، دین فروشی می کند، باز انتظار داره مردم تعریفش بکنند، خوشحال است که همه او را تعریف می کنند. الله می فرماید لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا، شما گمان نکنید کسانی را که یفرحون خوشحال هستند بما اتوا، اون چی که انجام میدهند. چی انجام میدادند؟ کتمان، دین فروشی. با وجود کتمان و دین فروشی و یحبون ان یحمدوا، دوست داشتند که چی؟ ستایش بشند، دوست داشتند که مردم اونها را تعریف کنند، حمد بشن، تعریف بشن. به چی تعریف بشن؟ بما لم یفعلوا، به کاری که نکردند. دوست دارن مردم اونها را تعریف کنن، ماشاءالله شما فلانید، شما فلان اوصاف را داری، در حالی که خبری از اون صفات نیست. در واقع خائنند اینها، ولی مردم چیزی دیگه میگویند. متاسفانه عموما اینطور هست، انسانی ملای عالمی که دنبال نفس و هوای نفس هست، عملش چیزی دیگه ولی به زبان مردم چیزی دیگه، و خودشون وانمود میکنن، القا میکنن که مردم به این صورت اونها را تعریف بکنند. این عادت علماء یهود است. ابن عباس میفرماید قال ابن عباس هم الیهود، اینها یهود هستند، حرف التورات، تورات را تحریف کردند و فرحوا بذلك، خوشحال بودند که دین را ما کتمان کردیم. و بعض و احبوا ان یوصفوا بالدیانة والفضل، دوست داشتن که مردم اونها را به دیانت و فضل توصیف بکنن، تعریف بکنن، مردم بگن به چه عالم دینداری، چه صاحب فضلی، چه صاحب کرامتی، در حالی که نماز نمیخوند. خیلی هستند از علماء سوء امروز هم کارهایی انجام میدهند که خدا ناراضی هست، در رابطه با دین، در رابطه با امانتی که به دوششون هست. اون وقت انتظار هم دارند که مردم هر جا به به و مرحبا اونها را بگویند، صاحب فضل و صاحب دیانت اونها را بگویند، مردم از اونها به نیکی و به خیر یاد کنند، مردم برایشون استقبال بگیرند، مردم از اونها ستایش بکنند، در حالی که اونها کتمان کردند، دین را پوشیدند. لذا الله عز وجل می فرماید که فلا تحسبنهم، لا تحسبن گذشت، این اعاده لبعد العهد است، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. این علماء السوء، این علمایی که آنچه که وظیفهشون است انجام نمیدهند و بعدا دوست دارند که مردم اونها را به دیانت و به فضل تعریف کنند، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، شما اونها را گمان نکنید که از عذاب خلاصی مییابند، از عذاب رهایی مییابند، نه، بلکه عذاب مخصوصی برایشان هست. ولهم عذاب علیم، تخویف دنیوی اخروی، و برایشان عذاب دردناک هست، عذابی بس دردناک. خب بعد از اینکه این موضوعات جهاد و انفاق هر دو به تفصیل و با تعابیر مختلف بیان شد، اکنون الله تعالی دلائل توحید را بیان می فرماید، چون همه جهاد و انفاق و امور انتظامیه برای چی هست؟ اثبات توحید. الله می فرماید ولله ملک السماوات والارض، فقط و فقط برای الله پادشاهی آسمان ها و زمین، تصرفات آسمان ها و زمین. والله على كل شيء قدیر، الله عز وجل بر هر چیز قادر است، بر هر چیز توانا است.
و بعد از این الله تعالی دلائل مختلف آفاقی و انفسی بیان می فرماید ان فی خلق السماوات والارض، بدرستی بدون شک در پیدایش آسمان ها و زمین، و اختلاف اللیل و النهار، و همچنین در اختلاف شب و روز، یک آیه نه، یک نشانی نه، بلکه لآیات، آیات متعددی هست، دلائل توحید متعددی هست، لأولی الالباب، برای عقل مندان. بار بار به تشریح این آیات پرداختیم که الله عزوجل نظم و نسقی، ترتیبی که در این سیارات ایجاد کرده، در نظام شمسی الله تعالی ایجاد فرموده که انسانها چگونه به وقت هم از نور، هم از حرارت، هم از روشنایی، هم از تاریکی و آرامش شب چگونه انسانها بهره میبرند، استفاده میکنند، تمام امورشان روی غلطک هست. این نظمی که با این ترتیب هست که در طول سال یک ثانیه جلو عقب نمی شود، این در واقع حکایت دارد که قدرتی بسیار بزرگ پشت سر هست و اینها را دارد میگرداند و اینها را اداره میکند. لذا الله میفرماید لآیات، اما عقلمندان به این میاندیشند، عقلمندان فکر میکنند. عقلمندان کی هستند؟ کسانی که عقول سلیمه دارند، عقل سالم دارند. الله میفرماید الذين يذكرون الله، کسانی که با دل زبان الله را یاد میکنند. با زبان چیه؟ الذين يذكرون الله، کسانی که یاد میکنند الله را قیاما، ایستاده، و قعودا، و نشسته، و علی جنوبهم، و به پهلو غلطیده افتاده، یعنی علی ای حال، علی کل حال، هر حالی دارند اونها بیاد الله. و یتفکرون، و تفکر میکنند، اندیشه دارند، فی خلق السماوات والارض، در پیدایش آسمان ها و زمین. نتیجه تفکر، ربنا بنویسین نتیجه تفکر. اونها که تفکر میکنند از فکرشون به چه نتیجه میرسند؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، به این نتیجه را میرسند که پروردگارا نیافریدی این نظام را باطل، بیهوده. باطلا بنویسید بلا حکمت، بدون حکمت، بیهوده نیافریدی. سبحانک، پاکی ای ذات، ذات پاک تو پاک هستی. فقنا عذاب النار، پس ما را نجات بده از عذاب آتش. بعد از اینکه به قدرت خدا پی میبرند، به این هم پی میبرند که ذاتی که نجات میده کیه؟ ذات الله است. فقنا عذاب النار. عرض دومشان ربنا انک من تدخل النار، بار الها هر کسی را که داخل آتش کردی، فقد اخزیته، بدرستی که او را رسوا کردی، او رسوا شد، بدنام شد. و ما للظالمین من انصار، این نفی شفاعت قهری هست. الله میفرماید نیست برای ظالمین من انصار، هیچ یاری، هیچ یاوری برای اونها نیست. لذا یاوری ندارن که اونها را کمک بکند. و عرض سومشان، این عرض دوم بود، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، بار اله ما شنیدیم منادی که اندا می کند برای ایمان. منظور حضرت رسول صلی الله علیه و سلم هست. تشریح ندایش چی بود؟ ان آمنوا بربکم، این ندا را سر می دهد که آمنوا بربکم، ایمان به ربتان بیاورید. فآمنا، ما هم ایمان آوردیم. خدایا این داعی توحید ایمان خواست، ایمان به توحید رب، ایمان به یگانگی، ما ایمان آوردیم. لذا بعد از ایمان این مطالبه را داریم. این هست توسل بالایمان. ایمان خودش را انسان وسیله قرار میده. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، بار الها ببخشای گناهان ما را،
و کفر عنا سیئاتنا، و کفاره بگردان، دور بگردان از ما جزاء سیئات، یعنی ما را به بدیهای من مؤاخذه نفرما. و توفنا مع الابرار، خاتمه ما را هم با ایمان بگردان، وفات بده ما را با ابرار، یعنی مثل ابرار خاتمه ما خاتمه چی باشد؟ ایمانی باشد. و عرض پنجم، این عرض چهارم بود، پنجم ربنا و آتنا، پروردگارا عنایت بفرما بما ما وعدتنا، آنچه که وعده فرمودی، علی رسولک، بر پیامبرانت، ولا تخزنا یوم القیامه، ما را رسوا نگردان در روز قیامت، رسوایی نصیب ما نشه. انک لا تخلف المیعاد، بدون شک شما خلف وعده نمی فرمایید، وعده خلافی نمی فرمایید. ما را در روز قیامت جز اونهایی که خار و زبونند، رسوا و ذلیلند قرار نده. الله عزوجل می فرماید این انسانهای متفکر، انسانهایی که عقل سلیم دارند و بعد از تفکر و بعد از این نتیجه این مناجات را می کنند، از رب خیر دنیا و آخرت را می خواهند، خداوند هم اجابت می کند. فاستجاب لهم ربهم، پس این دعاها بهترین دعاهایی هستند که پشت سر این دعاها انشاءالله اجابت رب همراه است. الله می فرماید وقتی که اینها این دعاها را خواندند، اجابت فرمود برایشان ربشان، الله اجابت کرد. دلیل اجابت چیه؟ دلیل مقبولیت چیه؟ انی لا اضیع، بنویسید علت مقبولیت. علت مقبولیت اینه که انی ای بانی، به خاطر اینکه من خدا لا اضیع عمل عامل منکم، من ضایع نمی کنم عمل هیچ عمل کننده ای را از شما، من ذکر او انثى، چه مرد باشد چه زن، مساوات در عمل، قانون مساوات، چه زنی باشد چه مردی باشد. این نیست که عمل مرد را 2 برابر زن قبول می کنم، نه، در قانون خدا مساوات هست. چرا مساوات؟ بعضکم من بعض، این علت مساوات، بعضی از بعضی پیدا شدید، مردان از زنان، زنان از مردان. لذا هر کسی که عملی بکند عمل مقبول الله عزوجل می فرماید من عمل این زحمت کش را ضایع نمی کنم. لذا الله تعالی ترغیب میده، تشویق می کند به سوی عمل. بهترین اعمال عمل جهاد است، عمل انفاق است، عمل هجرت است، عملی که در اون عمل سودی و نفعی به دین باشد، به دین خدا باشد. لذا الله تعالی اعاده می فرماید مضمون جهاد را و این عمل را مورد توجه قرار میده. الله می فرماید فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم، کسانی که هاجروا هجرت کردند و اخرجوا من دیارهم، از شهرشان، از خانه و کاشانشان اخراج شدن، بیرون شدن. و اوذوا فی سبیلی، و در راه من رب اذیت و آزار دیدن، شکنجه دیدن، سختی ها را تحمل کردند. و قاتلوا، و آنهایی که جنگیدند، و قتلوا، کشته شدند، جنگیدند و برای الله، برای دین الله کشته شدند. الله می فرماید لأکفرن عنهم سیئاتهم، البته حتما من کفار می کنم از آنان سیئاتشان را، یعنی سیئاتشان را، جزای سیئات را کفار می کنم. ولأدخلنهم، اون دفع مضرت بود، این جلب منفعت است. ولأدخلنهم، البته حتما آنها را داخل می گردانم، جنات، در باغاتی که تجری من تحتها الانهار، از زیر درختان آنها، از زیر ساختمانهای اونها نهرها جاری هست. ثوابا من عند الله، این از جانب الله چی هست؟ پاداشی هست،
ثوابی هست، پاداشی هست از جانب الله. والله عنده حسن الثواب. الله عزوجل نزد ایشون بهترین پاداش هست، بهترین ثواب هست. بله، پس من در قیامت میدم. اما در دنیا، چون در دنیا انسان میبیند دشمنان خدا وضع مطلوبی دارند، وضع خوبی دارند، اقتصاد، تجارت، بازرگانی، بازارهای دنیا به دست اونها هست، رگ اقتصاد به دست اونها هست. الله میفرماید این فریبتون نده، این ملاک مقبولیت نیست، دلیل مقبولیت نیست. دلیل مقبولیت اینه که انسان در آخرت وضعش خوب باشد. لذا میفرماید لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. فریب ندهد شما را تقلب و گشتن کسانی که کفر کردند در بلاد. در بلاد میگردند، یک روزی بلیط دارن نمیدونم برای اروپا، یک روزی برای لندن، یک روزی برای پاریس، یک روزی برای مسکو، سفرهای تجاری، تمام تجارت به دست اونها هست، رتق و فتق میکنن در دنیا. این شما را فریب ندهد. والمراد بتقلب الذين كفروا في البلاد، تفسیر کبیر امام رازی نوشته والمراد بتقلب الذين كفروا في البلاد تصرفهم في التجارات والمكاسب. در تجارت ها و کسب و کارها اونها پیشی گرفتن، تصرف دارند، حرف اول را میزنند. تصرفات اونها، بالا و پایین اونها، رتق و فتق اونها. این شما را فریب ندهد که این عارضی هست، این موقتی هست. لذا الله می فرماید متاع قلیل، این کالای اندک است. متاع، این تنوین هم برای تحقیر است، تقلب هم این صیغه برای تحقیر است و متاع تنوین هم برای تحقیر، یعنی کالای اندک، بی ارزش، قلیل. آخر نتیجه چی میشه؟ اینایی که کافرند. ثم مأواهم جهنم، نتیجه اخروی، سپس جایگاهشان جهنم هست. و بئس المهاد، الله تعالی میفرماید مهد بسیار بدی هست اونجا، گهواره یا رخت خواب بسیار بدی هست. اما بشارت در مقابل این تخویف، بشارت. الله میفرماید لكن الذين اتقوا، اما کسانی که اتقوا ربهم، از پروردگارشان میترسند، لهم جنات تجری، برای آنان هست جناتی که جاری است، من تحتها الانهار، از زیر درختان آن جنات نهرها، خالدین فیها، همیشه در آن جنات هستند. نزلا من عند الله، الله می فرماید این مهمانی هست از جانب الله. و ما عند الله خیر للابرار، آنچه که نزد پروردگار هست بهتر است برای ابرار. بنویسی از حظوظ دنیویه، برای نیکان بهتر است از این حظی که در دنیا حاصل کردند، از آنچه که در دنیا حاصل کردند. و ان من اهل الكتاب لمن یؤمن بالله، آخر الله تعالی بشارت اخروی برای بعضی از اهل کتاب هم بیان می فرماید. همه مثل کعب ابن اشرف و غیره متمرد نیستند. و ان من اهل الكتاب، به درستی بعضی از اهل کتاب، لمن یؤمن بالله، البته اون کسی هست که ایمان به خدا دارد، و ما انزل الیکم، و ایمان دارند به آنچه که به سوی شما نازل فرموده، یعنی ایمان به قرآن. و ما انزل الیهم، ایمان به کتابهای آسمانی که به سوی آنان نازل شده، ایمان به تورات و انجیل. خاشعین لله، کیفیت ایمان خاشعین لله، در حالی که برای خدای عزوجل اونها فروتنی دارند، خشوع دارند، یعنی متکبر نیستند، جابر نیستند،
لا یشترون، کیفیت دوم، دین فروش هم نیستند. لا یشترون بآیات الله ثمنا قلیلا، در مقابل آیات الهی پول اندک نمیگیرند، پول اندک نمیگیرند. این افراد اولئک لهم اجرهم عند ربهم، اینان اجرشان، پاداششان نزد پروردگار، از پروردگار اجر و پاداششان را دریافت میکنند. ان الله سریع الحساب، بدرستی الله عزوجل سریع الحساب هست، زود حساب گیرنده هست. حساب انسانها را اونطوری که در روایت می آید تمام کائنات را در ظرف نیم روز می گیرد، لذا حساب و کتاب فوراً انجام می گیرد. در آخرین سوره و آخرین آیه این سوره الله عزوجل خلاصه اجمالی موضوع سوره را اینجا ذکر می فرماید، یعنی ایمان و عمل صالح و استقامت و جهاد. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا اصبروا، ای مؤمنان اصبروا، صبر کنید، صابر باشید. هر نوع مصیبتی بر جهاد، بر اعمال، بر طاعات، بر ترک گناه، اصبروا، صبر کنید، و صابروا، استقامت داشته باشید، ثبات داشته باشید. یعنی مشکلات شما را نه هراساند، شما را به عقب نزند، استقامت از خود نشان بدهید. و رابطو، اسب بدوانید. رابطو چیه؟ اسب بدوانید، یعنی جهاد بکنید. موضوع جهاد است. مرابطه میگویند از حدود اسلامی و مرزهای اسلامی حفاظت کردن، اسب دوانیدن، این معنیش جهاد کردن. نگذارد دشمن تعرضی بکند به طرف بلاد اسلامی، به سرزمین های اسلامی. و رابطو واتقوا الله لعلكم تفلحون. چهارم، از خدای عزوجل بترسید، تقوا را پیشه بکنید. لعلكم تفلحون، نتیجه ایمان و استقامت و جهاد و تقوا چیه؟ لعلكم تفلحون. واتقوا الله لعلكم تفلحون. شما از الله بترسید، یقینا شما رستگار میشید، یقینا به فوز و فلاح اخروی شما میرسید. به هر حال این سوره مبارکه آل عمران بود که در این سوره شما از ابتدا شبهاتی که در رابطه با توحید بودند خواندید، پاسخ داده شدند، و بعد از اون موضوع انفاق و موضوع جهاد بیشتر مطرح بود. 4 موضوع در واقع بود: توحید، رسالت، جهاد، انفاق. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين